عشقای داداش حالتون چطوره؟ اومدم تغییرات سیزن جدید رو بهت بگم و برم. مورد اول AK 117 و کیلو 141 و اودن و BP 50 به اضافه کریم و فنک میاد روی زمین. مورد بعدی که باید بهت بگم توی قسمت آلکاتراز کلاسا تغییر میکنه. یعنی چی؟ غیبی و ترپ مستر و دسپرادو میره و کلاسای کوناتیشی و مدیک و مکانیک و تریکستر اضافه میشه. مورد بعدی که باید بهت بگم توی بازی یه سری وایلد کارت قرار اضافه بشه توی این قسمت لوداوت. قابلیتی که این داره چیه؟ مثلا بهت کمک میکنه اتچمنتت 6 تایی بشه، یا چه میدونم این قابلیت رو بهت میده که شما توی بازی 3 تا گان داشته باشی. یا ارزم به حضورت مثال میزنم، مثلا یه قابلیتی بهت میده همه تو بازی 200 تا تیر دارن، تو بتونی 500 تا تیر جمع کنی. همچین چیزاییه. حالا اضافه بشه کامل و دقیقش رو بهت میگم.